شنیدید چیزی به اسم سید الاستغفار؟ استغفر الله یه استغفاره، ولی سید الاستغفار چیه؟ فضیلت سید الاستغفار چیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر کسی سید الاستغفار رو اول شب بخونه معتقد باشه اون شب بمیره بهشتیه. همین یه جمله بیشتر نیست، یه سطر. و هر کسی اول روز بخونه معتقد باشه اون روز بمیره بهشتیه، از عذاب قبرم در امانه. سبحان الله. سنگینه. بریم یاد بگیریم، خواهش بکنیم از کسانی که چیزی بلدن به خاطر خدای چیزی یادمون بدین، به خاطر خدای چیزی یادمون بدین، نه اینکه میخوان یادتون بدن فرار میکنید. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. یه نفر فردا انشاءالله اینو بنویسه، تایپ بکنه، ترجمه سادهش هم زیرش بنویسه، قیچی بکنه رو برگه آچار، هدیه بیاره برای خواهرها و برادرش. که این کار انجام میده؟ آقای آجزاده کجاست؟ اومده؟ شما خوبه؟ فردا شب انشاءالله سید الاستغفار رو برگه آچار، ترجمهش هم بنویسی ساده، هدیه بیارید اینجا برای خواهرها و برادرها، 400 تا بیاره. از حوصله همه شما تشکر میکنم. التماس دعای خیر از همتون دارم و شما رو به خداوند میسپارم.